سلام به همگی، به یکی از درس‌های دیگر بنای پاورپوینت خوش آمدید. در نخست بنای پاورپوینت را باز میکنیم. خب زمانی که بنای پاورپوینت را باز کردیم، در این قسمت درس ما رسیده به بخش فونت. در گروپ فونت که هست یک موضوعاتی که مورد مطالعه قرار میدیم راجع به چی است؟ راجع به متن هاست، راجع به نوعیت متن است، اندازه‌اش است و استانداردهایش است. به خاطر از اینکه ما بخوایم یک متن را درج کنیم در برنامه پاورپوینت، در اسلایدهایش باید اول چی ایجاد شود؟ پلیس هولدر ایجاد شود. فعلا اینجا پلیس هولدر اینجا داریم که یکی به خاطر چی است؟ عنوان است و یکی به خاطر عنوان فرعی. در عنوان کلیک میکنیم، اینجا که عنوان میدیم نوشته میکنیم د افغانستان بانک. درست است؟ دی افغانستان بانک نوشته کردیم. زمانی که بالای پلیس هولدر نشانگر ما ثابت و چارچوباتش به این رقم میشه، زمانی که بالایش چپک کلیک کنم چی میشه؟ پلیس هولدر ما انتخاب میشه. زمانی که انتخاب شد در گروپ فونت شما ببینید کمانداش چی شد؟ به صورت خودکار کلش فعال شد. کماند اولی که هست به نام فونت است. فونت چی معنی؟ نوعیت قلم. قلم هایی که در زبان فارسی ما داریم خطوط چی است؟ خط نستعلیق است، خط بی‌نازنین است و اقسام انواع مختلف دارند. در زبان انگلیسی هم همین گونه انواع قلم های مختلف وجود داره که زیاد مشهورش که از کالیبریستا، تایمز نیو رومان است، ایریال است. درست است؟ این انواع قلم هایی که در زبان انگلیسی خیلی زیاد مشهور است. فعلا نوعیت قلم ما که انتخاب است چی است؟ کالیبری لایت. کالیبری عادی را انتخاب میکنم، انتخاب شد. خب کماند بعدی که در گروپ فونت هست به نام فونت سایز است. در این قسمت ما میتونیم که از این قسمت اندازه قلم خود را تعیین کنیم. فعلا 60 است، از هر رقم اندازه قلم خود را تعیین کرده میتونیم نظر به می لست. و اگر بعضی ها مردم میگن نظر به خواست خود اگر بخوایم چیکار بکنیم، زمانی که این چهار چوکات چپک کلیک کنین هر رقم عدد را که شما تایپ کنید، مثلا نوشته کنید 65 جاتی نوشته میکنم. 65 جاتی در لیست ما نیست. زمانی که دکمه انتر کیبوردتون فشار بدین اندازه قلم ما چقدر شد؟ 65. دو دانه کمان دیگری که اینجا داریم در خود گروپ فونت که هست، که اینکریز فونت سایز است، یکی دیکریز فونت سایز است. اینکریز فونت سایز که است اندازه قلم ما را افزایش میده و دیکریز فونت سایز اندازه قلم ما را چی میکنه؟ کاهش میده. نظر به چی؟ نظر به این لیستی که در فونت سایز داریم. خب در این قسمت کماندهای دیگری که هست اولش بولت است که شارکتش از کنترل بی. بولت که هست یک استاندارد نوشتاری است. در بعضی از سمینارها برای شما، مونوگراف‌ها برای شما گفته میشه، بخش دفاعش میگه بعضی عنوان‌ها رو میگه بولت کو، یعنی برجسته. زمانی که بالای آپشن یا کماند بولت کلیک کنین، بولت چی میشه؟ فعال میشه. شما نوشته خود را ببینید کمی پوندیده و درشتر شد، به خاطر که بولت ساختیم. خب برجسته شد. زمانی که بخواید بولت دوباره غیر فعال کنین، در روی باید کجا برید؟ باید اول گروپ فونت برید، بعد از بالای کماند بولت کلیک کنید، دوباره چی شد؟ غیر فعال شد. چیز دیگری که داریم ایتالیک است. ایتالیک است به خاطر نام علمی با لاتین استفاده میشه. شرکتش چی است؟ کنترل آی. زمانی که بالایش کلیک کنید فعال میشه، زمانی که دوباره بالایش کلیک کنید چی میشه؟ غیر فعال میشه. استاندارد دیگری که داریم اندرلاین است. اندرلاین به خاطر نام علمی استفاده میشه. نام علمی یک چیزی را که نشه میگیم بعد استاندارداست، در بعضی ادارات برات میگه اندرلاین به خط زیر و زیرش خط کش شود. زمانی که بالای اندرلاین کلیک کنی فعال میشه، یا فعال شد، زیر نوشته ما شد خط کش شد. زمانی که دوباره بالایش کلیک کنید چی میشه؟ غیر فعال میشه. شرکتش از کنترل امرای یو. چیز دیگری که در برنامه پاورپوینت هست در دیگر برنامه نیست تکست شادوست. زمانی که بالای آپشن کلیک کنید، بالای کماند کلیک کنید، متنتان سایه‌دار میشه. کی کماند که از در برنامه‌های دیگر وجود نداره. سعی کنید فعال شه. زمانی که دوباره بالایش کلیک کنیم غیر فعال میشه. چیز دیگری که اینجا داریم استریک داریم. استریک به این معنی یک پاورپوینت است، یک کسی براتون روان میکنه می غلطی از این بگی. زمانی که جایی که غلط شده شما میخواین غلطیش بگیرین، بالای استریک کش کنین، بالایش خط کش کنین که به نفر مقابلتون فهمیده شود که جایی چی است، اشتباه وجود داره درش. درست است؟ زمانی که کدام جای شما کماند استریک را فعال کرده باشه میخواید دوباره غیر فعال شود، در گروپ فونت بریم بالای کماند استریک دوباره کلیک کنید چی میشه؟ غیر فعال میشه. چیز دیگری که در برنامه پاورپوینت داریم در گروپ فونت کریکتر اسپیسینگ است، یعنی فاصله بین حروف. فعلا نورمال انتخابات میشه که وری تایت انتخاب کنید بسیار نزدیک باشه حروفای امی کلماتتان، و میشه که وری لوس انتخاب کنید که بسیار چه فاصله بین حرفای کلماتتان زیادتر در این قسمت میشه. چیز دیگری که اینجا داریم
کیس هاست. کیس چی مانا؟ یعنی قضایا، یعنی اصول و قواعد گرامری. ما اول سنتنس کیس داریم، یعنی بر اساس جمله حرف اول انگلیسی ما در اساس جمله چی می باشه؟ بزرگ و دیگراش چی می باشه؟ کوچک می باشه. اینا باعث یک جمله قبول کردم ما حرف اولش چی اومده؟ بزرگ اومده، دیگراش چی اومده؟ کوچک اومده. در بخش فونت میریم، در کماند چنج کیس میریم، در کیس دیگر که داریم لابر کیس. لابر کیس میمونه که تمام حروف کلمه کلماتی که هست در داخل پلیس هولدر ما تمامش ما چی میکنه؟ به حروف کوچک تبدیل میکنه. اپر کیس که تمام حروفش به حرف بزرگ تبدیل میکنه. کپیتال ایچ ورد هر حرف اولش برایتان به حرف بزرگ چی میکنه؟ تحریر میکنه. به این قسم سعی کنین. دی افغانستان بانک است، حرف اولش چی است؟ بزرگ است. افغانستان حرف اولش شد بزرگ شد. در بخش کیس میریم دیگه چیزی که است توگل است. توگل هم یک استاندارد زبان انگلیسی است. حرف اول چی میباشه؟ کوچک، دیگرش چی میباشه؟ بزرگ میباشه. هر اداره نظر به خواست خود برایتان میگه که از کدام نوع کیس استفاده کنید. به صورت معمول که سنتنس کیس میباشه، خب بعض اوقات کپیتال ایچ ورد هم استفاده میشه به خاطر بعضی نام ها، مثل که دی افغانستان بانک نشته میکنه اسمای خاص استفاده میشه. خب در این قسمت یک چیزی که داریم تکست هایلایت است. به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر هایلایت ساختن متن. زمانی که بالای ازی کلیک کنید یک کنجش هر رقم رنگ که خواسته بودیم به خاطر هایلایت انتخاب کرده میتونیم. مثلا ما سرخ انتخاب میکنیم، سعی کنیم رنگ ما چی شد؟ هایلایت ما سرخ شد. و در این قسمت دیگری که داریم کماندی که داریم چی است؟ فونت کالر است. فونت کالر، فونت معنای متن است و کالر به معنای نوشته. کالر که از معنای رنگ نوشته ماست. است رنگ نوشته خود از این قسمت تعیین میکنیم کدام رنگ میخوایم. مثلا زرد میخوایم، زرد میخوایم، هر رقم رنگ خواسته بود از این قسمت باش تعیین کرده میتونه. زمانی که بالای چپ کلیک کنیم رقم رنگ میگیره. و این قسمت یک چیزی که داریم کلیر آل فارمتینگ. زمانی که فرمت چی نمیگه؟ فرمت همون دیزاین شکل یک متن نمیگه، شما برو دیزاین دادین. زمانی که میخواین همون متن هم دیزاینی که باشه او رو دور کنین یا حذف کنین، فقط فرمت شه یا به شکل ظاهری شه. بالای کلیر فرمت آل فارمتینگ کلیک میکنین، سعی کنین همون هایلایت و رنگ کالر که باش داده بودین شد دور شد. بیاین در گروپ پاراگراف. در گروپ پاراگراف اولی کماند که داریم به نام چیز بلیت است. بعض اوقات برای شما بعض متنها به قسم چی میه؟ شاخچه‌ای میه. شاخچه‌ای به این معنی مثلا برتان میه که ما داریم درخت دو نوع هست و صورت عموم. درست است دوستا؟ زمانی که اینجا شما نشته کنین درخت همیشه سبز و دیگرش نشته کنین درخت مخروطی داشته میکنیم درختان برگریز. نمیره نشته میکنیم درختان برگریز. درست است؟ خب فعلا متن ما که به قسم شاخچه‌ای نیست، یعنی تویت معلوم نمیشه که درختان چند نوع است، هیچ معلوم نمیشه. زمانی که اینا ما بخوایم به قسم شاخچه‌ای معلوم شود که مثلا درختان دو نوع است، این شاخچه هایش معلوم شود و چی کار بکنیم؟ باید برایش بلیت ایجاد کنیم. فعلا بلیت ها ایجاد است. سلاید ها موقت به صورت خودکار بلیت ایجاد میشه. بلیت این نشانک های نمیگه قبل از متن ما اینجا میآید. میریم گروپ پاراگراف در قسمت بلیتینگ، در قسمت کلیک میکنیم، قسمت نوعیت بلیت خود انتخاب میکنیم. مثلا ما تک انتخاب کنیم، امضا را سعی کنیم. قسمت پایین میریم اینجا چی انتخاب میکنم؟ امضا را انتخاب میکنم. اینا را چی میگه؟ بلیت پوینت ها میگه. در برنامه ورد هم است، در برنامه پاورپوینت هم است. به خاطر نشانک های است، به خاطر شاخچه بندی استفاده میشه. درست است دوستا؟ این هم بود بلیت. چیز دیگری که پهلویش است چی است؟ نمبرینگ است. نمبرینگ چی مانا؟ نمبرینگ ما گفتیم درختان دو نوع است. مثلا در قبل از این درختان همیشه سبز خودتان باید نوشته کنید که یک درختان همیشه سبز، دو درختان برگریز. همون داره براتون همین رقم میگه، نمیگه براتون بلیت برش تحریر کنید. براتون چی میگه؟ میگه نمبر برش بگذار. نمبر که میخواین بگذارید در قسمت نمبر میرید، بالا نمبر کلیک میکنید، شاید کنید شماره 1 آمد. این قسمت پایین که رفتیم باز بالای نمبر کلیک کنید، چی آمد؟ شماره 2 آمد. سعی کنید زمانی که ما بالای نمبر کلیک کنیم بلیت ها به صورت خودکار چی میشه؟ غیر فعال میشه و نمبرینگ چی میشه؟ فعال میشه. دوستا این قسمت کنجش کلیک کنید، هر رقم نمبر انتخاب کرده میتونید، ندار رومی ندار انگلیسی، هر رقمی که کارتان بود خواستان او را انتخاب کرده از اینجا میتونید. خب دوستا چیز دیگری که داریم در این قسمت الاین است. الاین به معنای جهت هست. دوستا در جدول که ما جهت متن به 9 نوع داریم، ولی در صورت عموم متن ها را که تحریر میکنیم 3 نوع جهت متن برش داریم که اول جهت متن چی است؟ الاین لفت است. الاین جهت معنی لفت چپه، شارکتش از کنترل ال.
در هر جایی که نشانگر ماوستان باشه زمانی که بالای ازی کلیک کنین متنتان به طرف چی میره؟ جهتش به طرف چپ میره. این هم اگر بخوایم به طرف چپ بردن میتونیم. اگر بخوایم کل متنتان رو ببرین بالای پلیس هولدر نشانگر ماوس که بردین چپ کلیک کنین کل متنتان که انتخاب شد، بعد از اون بالای الاینمنت لفت کلیک کنین، الاین لفت کلیک کنین، کلش به طرف چی اومد؟ چپ آمد. الاین دیگری که داریم جهت متن که داریم سنتر است یا مرکز است. زمانی که میخواین یک متن در قسمت مرکزی تان بیاید بالای سنتر کلیک کنین، در قسمت مرکزی میاییم و شرکت سنتر که است چی است؟ الاین جهت متنش کنترل ای است. جهت دیگری که داریم رایت است، شرکتش کنترل آر است، به طرف چی میبره؟ راسته میبره. چیز دیگری که اینجا داریم چی است؟ جستیفای است. بعض اوقات یک متن را شما که زمان تایپ میکنین از این چهار چوکات چی میشه؟ خارج میشه. سعی کنین پلیس هولدر از این کم کوچک ساخته براتون سعی کنین با این رقم. سعی کنین فعلا این متن ما که هست این قسمت کم این طرف است و این کم برآمدگی این طرف رفته. زمانی که میخواین این متن تان که به صورت منظم این طرف یعنی حاشیه هایش درست شوه، باید در قسمت گروپ پاراگراف برین در قسمت جستیفای برین بالای جستیفای کلیک کنین. سعی کنین حالا امی خط های ما که ختم شده کلش به یک طرف آورد، فاصله کل خطاتی که ختم شد یک خط بر ما آورده شد. خب جستیفای کدام کار دیگر نمیکنه، فقط فاصله بین کلمات را چی میکنه؟ زیادتر میکنه، با خاطر که خطوط ما کلش نمو یک حصه کلش چه خاتمه پیدا کنه. خب دوستا چیز دیگری که در این قسمت داریم این چی است؟ ما یکی زبانهای غربی داریم، یکی شرقی داریم. زبان شرقی که است به صورت عموم از طرف راسته شروع میشه به چپ ختم میشه و زبان غربی که است از چپ شروع میشه به چی ختم میشه؟ به راست ختم میشه. خب زمانی که زبان دیگه رو میخواین تایپ کنین در هر جای هر برنامه‌ای که باشه اول بالای پلیس هولدر چپ کلیک کنین. زمانی که فعال شد در این قسمت چی رو انتخاب میکنین؟ جهت متنتان رایت تو لفت انتخاب میکنین. تکست دایرکشن تان دایرکشن جهت مونومتر، تکست متن مونومتر، رایت تو لفت از راسته به چپ، به خاطر که در این که زبان چی است؟ شرقی است، از راسته شروع میشه و ختم میشه. و اگر متن که تایپ میکنین زبانهای غربی بود مثلا انگلیسی بود، پس دایرکشن جهت متن داره چی انتخاب کنین؟ لفت تو رایت که از چپ شروع شه به راسته چی و ختم میشه. درست است دوستان؟ خب خوبیایی که از راسته به چپ جهت متن داره خیلی زیاد است. بعض اوقات زمانی که شما این انتخاب کنین یک واژه‌ای که مثلا دری باشه، زمانی که واژه‌های دری شما درس میکنین بعضی واژه‌ها درش انگلیسی پیدا میشه، زمانی که رو تایپ کنین اگر جهت متن از لفت تو رایت باشه براتون گدوتی ایجاد میشه. بس جهت متن همیشه وقت چی انتخاب کنین؟ رایت تو لفت به زبان دری انتخاب کنین. درست است؟ خب میایم اینجا کلیک میکنیم. چیز دیگری که این قسمت داریم دوستا، این قسمت چی هستم؟ کالم هستم. متن ما رو به کالم‌ها تقسیم میکنه. فرض کنید متن ما خیلی زیاد باشه به یک کالم، دو کالم، سه کالم، به یک قسم یک خط، دو خط، سه خط، ما چی میکنم؟ تبدیل میکنم. من این متن رو میگیرم کاپی میکنم در این پلیس هولدر کاپی میکنم، یک قسمت پستش میکنم. سعی کنیم دوستا فعلا کل متن مکس در یک کالم آمده. زمانی که ما این رو بخوایم به کالم ها تقسیم کنیم در یک قسمت یا به ستون ها تقسیم کنیم، مثلا تو کالم میشه و دو کالم رو تقسیم شد. درست است؟ به یک قسم دو کالم تبدیل شد. فعلا اگر سه کالم انتخاب کنم با سه کالم آمد چی میشه؟ متنم تقسیم بندی میشه. سعی کنیم سه کالم شد نشد، سه ستون شد نشد. پس این چی انتخاب میکنم؟ وان کالم که در یک کالم شد تحریر شود و این نوشته های اضافه‌ای خودم چی میکنم؟ حذف میکنم. خیلی جای گرفت آمد. درست است دوستا؟ خب خب دوستان این قسمت هم کلش مطالعه کردیم. چیز دیگری که اینجا داریم چی است؟ لاین سپیسینگ است. لاین سپیسینگ به خاطر فاصله بین خطوط چی میشه؟ استفاده میشه. در خط قرار داریم فاصلهش از این قسمت تعیین میشه که چقدر میخواین، یک میخواین 1.5 2.5 هر چقدر که میخواین. نظر به خواست خود فاصله بین خطوط تعیین کردن میتونه. اگر میخواین بالای کل متن تطبیق شود بالای پلیس هولدرش چپ کلیک کنید، از این قسمت میشه کل متن و فاصله بین خطوطش چی کنید، از این قسمت تعیین میشه دوستان. یک چیز دیگری که در این قسمت مون ای است، از زمان بعض اوقات درختان همیشه سبز مثلا داریم یا چیز دیگری داریم میشه به شاخه های فرعی تقسیم میشه. بس چی کار بکنیم؟ زمانی که ما اینتر بزنیم در این قسمت با ما شاخه دیگر رسم میکنه. پس به این قسمت یک چیز دیگری داریم به نام increase list level. زمانی که بالا از این کلیک کنید سعی کنید یک نشته یکی طرف ما چرا یا یک شاخه فرعی عزیز ده. به طور مثال یک چیز نشته میکنیم درخت همیشه سبز ما چی باشه؟ درخت همیشه سبز ما درخت چی باشه؟
صدر باشه. درست درخت صدر چی است؟ یک درخت همیشه سبز است. درخت صدر چی شد؟ یک شاخچه فرعی درختان همیشه سبز شد. به این خاطر از چی استفاده کردیم؟ increase less level. و دیگه چیزی که داریم decrease less level از زمانی که بالای ازی کلیک کنیم همین شاخچه کس مسئول پس دی شاخچه اصلی میره. نال فرق بین اینجا پیدا نمیشه کدام شاخچه اصلی است کدام شاخچه فرعی است. باید شاخچه مورد نظر خود انتخاب کنیم، بعد بالای چی کلیک کنیم؟ increase less level. نال معلوم میشه که شاخچه فرعی ازی هست. خب دوستان در این قسمت میریم. در این قسمت چیزی که داریم تکست دایرکشن است. تکست دایرکشن شما میفهمید که چی مانند جهت متن تانه میخوایم به این قسم باشه، به قسم زاویه 90 درجه باشه، 270 درجه باشه و به این قسم باشه. این قسم متن ها که در زبان انگلیسی و چینی قابل تطبیق هست. خب چیزی که دیگر اینجا داریم باز هم الاین تکست است. الاین تکست ها رو پیش براتون گفتم که به صورت عموم که هست نو نوامی باشه. خب دو نوعش باز بعدا میخوانیم. فعلا الاین تکست ما کس چی است؟ تاپ است. تاپ به این معنا که دیم چهار چوکات پلیس هولدر ما کس متن به قسمت چی قرار میگیره؟ بالا. اگر میخوایم در قسمت وسط قرار بگیره میتونید انتخاب کنید، بعد هم میخوایم قسمت پایینی قرار میگیره. دوست در این قسمت کانورت سمارت آرت است. یک چیزی که انتخاب کرده باشیم با سمارت آرت تبدیل میشه که سمارت آرت رو بعدا خواهیم بخیر خواند. و اینی گروپ کاست و گروپ دراوینگ کاست اینی چیزا رو ما در گروپ انسرت در تاب انسرت میخوانیم. باز اینجا که خواندیم اینجا فقط او تاب خلاص اینجا مرور میکنم، پس تکرار یزید انسرت هست. اینجا باز بخیر در اونجا میخوانیم بخیر. چیز دیگر که اینجا داریم اینه که find us replace select us. find چی مانا؟ مثلا شما سلایدهای خیلی زیاد داریم، میخواین یک متن را دو پیدا کنید، از چی استفاده میکنید؟ از find. شرکت find us کنترل F. زمانی که بالای کاماند find کلیک کنین find چی میشه؟ باز میشه. اینجا کلمه کلیک شد مثلا اشتباه میکنم درخت فقط. بالای find کلیک میکنم مثلا کن درخت ما کشید، باز بالای find کلیک میکنم ما شکایت کشیدش، باز کلیک میکنم کشیدش. آپشن دیگر که داریم چی است؟ کاماند در گروپ ایدیتینگ که داریم replace است. زمانی که بالای replace کلیک کنیم مثلا درخت است، درخت میخوایم به گوشه دیگر تبدیل کنیم، از کاماند چی استفاده میکنیم؟ replace. و find word هر لغتی که میخواهید پیدا کنید، مثلا میخوای به خاطر تبدیل کردن لغت، مثلا یک لغت از یک جای غلط کردیم، مثلا چی است؟ درختان است. درختان ما نشته کردیم، یک جای درختان به قسم نشته کردیم. فرض کنیم درختان به رقم نشته نمیشه، با این رقم نشته میشه. صحیح؟ درخت تا تان نشته میشه. صحیح؟ میخوایم این رو صحیح کنیم. خب باید زمانی که اینجا واژه مورد نظر انتخاب کنید، اینجا میخوای که اون واژه رو باید تبدیل کنی اون رو نشته میکنید. درست است؟ بالای find next کلیک میکنیم، سعی کنیم واژه رو ما پیدا کنیم. زمانی که میخوایی می واژه با جای درختان در چمن بالای replace کلیک میکنیم، سعی کنید درخت با ما چیزی که درختان. زمانی که میخوایی فرض کنیم ما درخت میخوایی جای دیگه میره در کل جای تطبیق شما بالای replace all کلیک میکنیم، سعی کنید در کل جای ما تطبیق شدید ما گفت فقط دو مورد نظر پیدا شد، سعی کنید در جایی که درخت و درختان تبدیل شد در قسمت نال باز نشته میکنم. در این قسمت چی نشته میکنم؟ درختان نشته میکنم. و در این قسمت چی نشته میکنم؟ درختان. چون میخوایم دوباره ایره چی کنم؟ درست کنم دوستا. بالای replace all کلیک میکنم، در جایی که بود کلش با بعض چی تبدیل کرد؟ درختان تبدیل کرد. چیزی که دیگه که داریم select all به این معنی که تمام چیزات که در اسلاید از کلش انتخاب میشه. و چیز دیگه که داریم چی است؟ selection pan است که باز جای دیگر هم خواهیم خواند با خاطر شو و هاید کردن یا نشان دادن و مخفی ساختن این چی است؟ پلیس هولدر ها، متن ها و تصاویر استفاده میشد. درس امروز ما بقدر بود. خدا کنه که یک چیز آموخته باشیم. تبه هم بخیر خلاص شد.